جور بخیر خسته نباشین دوستان نحوه تایم T5 برای کسایی که میخواد تازه مکانیک شوه و تایم T5 رو بلد بشه. دوستان اینجا ملسپاپ دوده داریم که اینجا این نوشته است و اینجا یک سوراخ داره که یک پیچ بستنیم این نقطه با نقطه سرسیلن. بعد ملسپاپ هوا رو داریم و اینجا آن نوشته، اینجا سوراخ داره، سوراخ دیگه اینجا داره. این سوراخ وصلیم با اون سوراخ با کمک یه پیچ. بعد ملنگش سوراخ رو بیارم. ملنگش یه نقطه اینجا داره، این چاکو در این وصل نمی‌بین خانه. بعد بعضی یه سیخ هم میذارن اینجا دقیقا پشت فیلتر روغن، این سیخ هم میذارن دقیقا پشت فیلتر روغن که این هم درسته، کاملا درسته. و بعد نحوه سفت کردن بول بیرینگش که بهتون نشون بدم. این فلشو این سمت میچرخونین تا این علامت فلش اونجا هست. بذار زومش کنم. اینه ها، اینجا بیا اوکی، اینجا سفتش کنین و تمام. تشکر.